با شما کمپانی شاهنامه را توصیه می‌دیم. با دلی پر با تمام دنیا با باوری بلیت خریداری نمایید. خدمت رسانیشون به سطح بلند است، نرخشون خیلی ارزان است. مرحمت در واتساپشون نویسین. 24 ساعت به شما جواب میدیم. سناجون بچه‌م اسنا میگم بچه‌م برکتامو تا جردم بده ای کی میکای غرغر دورا بخی بچه‌م یعنی یا امر همی چی کارتون بغلطه و چه فقط دائما را یوردم میکنه خیلی بگو اما اکای سادی ما برو خی سادی اکت خوبه بچه‌م بخیم دا یوردم بده بخی بچه‌م چی خیلی نمرا که با اینا میگن که میگویی آخه با اینا و چشم میگه که گفتی با امید اینا که فرزان کلان کردیم که امروز میبینن مون میان ایداس بلا میگیرن میگه که بوته اوتا من خودم میکنم میکنم موندا نباشه اوتا رحمت اوتا نمی اگوزی هم کورس موندا اس ام اس میکنم ولی میگیرم با خطی یوردم میکنم اس ام اس چیه خیلی همین برای درسامون ایوخی نه مرا گوش کیجا مرا با دقت گوش که من وقتی فرزانی پدر بدم میدیدم که پدرم پابل کرده است اومدم بلای دست میگیرم پابل میکردم شما دا من حیران میشم ولی بچه‌ام حاضر ده اس ام اس کیم چی خیلی خیلی میکنیم اخی همین فقط همین گیزالگیتون دا سری ما میکنیم تا برای نه بچه‌تون گپ زنن اخی سعدی را بگه اخی دبولو کات خواه اینا خواه او برا بدورش که گپی مرا نمیگیره اخی اوتا همین خشم میکنم به دور نمیشوا به دور نمیشوا نه یا اینا نگاه که من میرم رو چخل به دور میکنم سعدی ای سعدی ای سعدی به سعدی ای شب خواب روز خواب عبید خواب همین خواب دلی ترا نمیگیره تو ای خواب بیزار نمیشه بیزار میشم نه که بدور نمیشم. اکای کامیل بیا کیه کی باشه بیاین اکای کامیل همجا دایی ساک نداری اکا ساک دارم نمیگیره بیاین بدرین بشخی بی همجا بده ها نگیره تو اینو میگیری سای بیو سلام علیکم. این سگه بده سگی جون بده اگر اگر ختم بده دانی حرف نمیگه. السلام علیکم. و علیکم و سلام بی خوش آمدین مرحمت بی خونه بی راستی که من یک کار دارم پیش ما که من چکا چند کاری ده که اومده باشه اینا بولای کردم میشینیم صحبت میکنیم بی نوخی مرحمت بی خوش آمدین که اوکی هر روز خونه اومدین یا میرو تک نه بولای کردم میشه زنک بگی کو یا چای دام که ما السلام علیکم. سلام علیکم ما یا چای دام که اکا جان ما راستی که سر سومه یک مسئله خطی اومده گفتیم امروز خطی در مسئولیت میکنیم و میریم ما برای مسئله غش طلایی اومده مکتب هی آدرس دادن که همین اکا کامل سودا میکنه دور داشته بوده توری آدرس توری داده انتونا دارم شما دا چند دونه در کورای 25000 دونه اکا تا 50000 دونه را میوم که چند قید در کورای میوم این میشه 50000 هم میشه میشه یا ببینیم شکاوی هر از میشه کو چند به چند یا میدیدیم اکا شید میارم ولی ما شما بشینین حاضر من گرفتم میارم مال این خیلی سونا جون 50000 بوده دیتیجو میسازیم راست میگی خیر بود اگر که با کمی کد و سورا میبینی بعد همین گفتنیم که که داشته باشم درونی وایوش غشتیش نمیدونم خیلی کل بیارم ببینیم اخی خیر دیدن در کار کمان دو 20 به 40 در کار بده رزمری 20 به 40 استو هم خیلی گفت این او کاکراس اینا کار اینا صدقه سرتون اینا همش انا میراز میره همش انا میراز میره ای همین 50000 دونه دارم شما دا 20000 دونه کورای 10 تا در کورای چند هزار دونه در کورای یا نرخ معین میکنیم تکنیکاتون میورین بور کردنش به پل مخمو بور میکنیم میگیرین میرین تمام اینا اکا گفتون توغری اونه که میگم که بعدی کرپیشتون که داره آ بچه چی خیل نداشته که همین کرپیچ اکا جون بکه میشیده همین قودا مایما میام میبره یگون گم نگفت که آخر سونا جان کویا بشکم ببینش ها ای بچه بیام مینود او همه خیلی دیدی شو آخر شرط میره با بشکنی حیف شما یک دونه کرپیچ دیدن در کار که آخی گم نه آخی مون یا ببین ها چه خیلی اکا آخر هر یک کلینی خیلی بیا یا تایش بشکنم میدونی شما ما چه خیلی بانکروت میشم آخر ما آخی ما میخریم همشان ای شکست اخیرا میره آخر همین گپ بگی آخر گفتن تا نشک آخر کم چی میشکنی آخر میره ای اکا یا مرده کلان سر سب سفید کده دری خونه تو اومدیم دروغ میگه
ای بچه که نداره نیو که زدی وای مرا که که داره نیو که نداره رفتین ای رفتیم نمیگیرین نه ای بچه نمیگیرین نه اکا نه برای چی نمیگیرین آخی کرپیچاتون که ندارم ای دادرو من همین شما رو نفهمیدم همین شما همین کرپیچ خونه میسازین یا که گادا میتین که نداره صاحب خونه او صاحب خونه برو السلام علیکم و علیکم با سلام سلام علیکم سازه نفر سازه نکن نازر کن شما زنگ زدین نفر بابا کجا زنگ زدم تیجی بخیر اخی اگه جو تنجی اکا تنجی میبود مخت زنگ میزدم مقصد کو مرا بفهمونین نقصر بفهمونین روشانتر مرا بفهمونین همیشه وکا گوش ماینه من تو سر خورده برو اما جانو دارم کجا میرم در از میسونی خونه اینطوری نکه خواهر جان اینطوری نکه کلتا کار بفرمون زندگی شیرین تا ویران نکه او با پشیمان میشه با دیر میشه همین بخشش پرسیدم گوشم هم کشیدم نه ده یک بخویده برو اکا گوش کنید ما یادتون میگم این زندگی هست در زندگی هر چی چیدنش ممکنه پشیمان میشین گپ بگیرین این دین او گذاری بالا دم رفتم یک کلینچک نه 10 هفته نشده زندگیشون ویران شده همین کاری خوبه همین وقت سگ گودکش سر نمیکنه مالی ما گپ بسیاری بعد نکنه ما گپ گفتگی ما گفتم ما دیگه زندگی نمیکنم یعنی زندگی دیگه نمیخوام کدر نمیکنم نمیخوای نه های نما گپی گفتگی من پا گفتم ای پیشتون گذاشتم چند تا گودک داری 4 بچه گودکو تا بگی جبیو انا باور که همین بسیار وقت ما همین حالت ها رو ما میبینیم همین آدم ها را زندگی زن شوهر جدا میشن به حد زیغ میشم ده هم خیلی زیغ میشم که باور که انا دیگه هم خیلی مونده میشم هم روز خونه میرم دیگه یکم چیزی دیگه نمیخورم همین آدم باید شکرانه کنه ناشکری نکنه این اکا اکا این 4 تا بچه خوشرو داشتن این بچه را خوشروگیشون ببین اخی همین زندگی شیرین تونم چی با شما بگیرید تلخ میکنی یکا و اینجا یه تا شایمه او سه دیگه شایمه نیست اکا ما 2 تا شکرگیم راست میگن فهمیدم میشه که این 3 پیسری دیگه شتونه نه اکا این شای شو یکمه این شاییه ایش یکم شوهر تونه انا ایش دویم شوهر تونه این 2 تا دیگه شای کیه یگنی این 2 تا دیگهش این 2 تا دیگهش ای خدمه